نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سوره مبارکه فتح است. بعد از سوره محمد یا سوره قتال که موضوع اون سوره جهاد در راه الله بود. الله تعالی در اون سوره دستور دادن که با دشمنان خدا بجنگید، مبارزه کنید. حال در سوره فتح مجده و بشارت فتح است. این مناسبت این سوره که اگر شما در راه خدای عزوجل جنگیدید، خداوند به شما فتح نصیب می کند، موفقیت عنایت می فرماید. خلاصه این سوره را خدمت شما عرض کنم که این سوره به اعتبار موضوع دو بخش دارد. در بخش اول الله عزوجل دو تا بشارت و دو تا مژده بیان می فرماید که این دو مژده مرتب هستند بر جهاد، که اگر شما جهاد بکنید الله عزوجل برای شما شادمانی ها و خوشی ها و بشارت ها می‌آورد. و همچنین زجر بر منافقین. قبلا عرض کردم خدمت شما که هر جا که بحث جهاد است زجر و سرزنش برای منافقین هم هست. و در بخش دوم که از لقد صدق الله رسوله الرؤیا شروع میشه، از لقد رضی الله عن المؤمنین شروع میشه تا پایان سوره اعاده همین مضمون است، اما یک شبهه را و یک اشکال را الله عزوجل در اون بخش دوم جواب میده. ابتدا آغاز میشه با بشارت. بشارت اول انا فتحنا لك فتحا مبینا، همانا ما برای شما فتح کردیم، فتح صریحی، فتح آشکاری، فتح ظاهری برای شما گشودیم، فتح کردیم که شما به هدفتون برسید. این بشارت اول فتح است. دومین بشارت هو الذی انزل السکینه هست که غیر از فتح الله تعالی سکون و آرامش عنایت فرمود. اما میخواهیم بحث کنیم و عرض کنیم که مراد از فتح چیه؟ این فتحی که خدای تعالی به پیغمبر مژده داده، آیا فتح مکه هست یا فتح در غزوات دیگه هست یا مطلب دیگر؟ جمهور مفسران بر این عقیده هستند
که مراد از این فتح معاهده و پیمانی هست که در حدیبیه با کفار بسته شد. در حدیبیه یا در مقام شمسیه که امروز به اون مقام میگن شمسیه، در اونجا قراردادی و پیمانی بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین مشرکین قریش امضا شد، نوشته شد. اون قرارداد را الله عزوجل تعبیر می‌فرماید به فتح مبین. گرچه بظاهر اون قرارداد بر علیه مسلمانان بود، قرارداد ظاهرش طوری بود که همه مسلمانان را ناراحت کرد. بظاهر بالادست کفار بودند، ولی الله عزوجل از آنجا که تدبیر فرموده بود بر علیه کفار تمام شد، که خلاصه اش اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سال 6 هجری، 6 سال بعد از هجرت، آن حضرت صلی الله علیه و سلم در خواب دیدند که همراه با یاران و صحابه اش دارند خانه خدا را طواف می کنند، دارند عمره می کنند، در لباس احرام هستند و بعد از احرام و بعد از عمره دارند سرها را حلق می کنند. لذا این خواب را که آن حضرت دیدند خوشحال شدند و به صحابه مژده دادند که چنین خوابی دیدم و خداوند عزوجل برای من شما مقدر می فرماید. خواب انبیا نوعی وحی هست، لذا معنای این خواب این بود که حرکت کنند برند به سوی مکه مکرمه. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم تقریبا با تمامی صحابه حرکت کردند و رفتند به سوی مکه مکرمه. منافقین همراهی نکردند. بظاهر این سفر با اسبابی که در اون روز بود، با شرایطی که اون روزها داشت، این سفر مناسبی نبود، چون که چندین جنگ بین سپاه اسلام و سپاه کفر اتفاق افتاده بود و از دو طرف چندین نفر کشته شده بودند. بالخصوص کفار مکه تلفات بسیار زیادی داده بودند و در آخری محاصره که 1 سال قبل از این بود، در سال 5 هجری در محاصره خندق، الله عزوجل بد جوری اونها را رسوا و ذلیل کرد. لذا اونها کلی عقده داشتند، کلی درد داشتند و در این شرایط از نظر ظاهری و اسباب ظاهری دارم عرض میکنم که از نظر اسباب ظاهری مناسب نبود که اینها بروند و اون دشمنی که تمامش عقده و کینه هست خودشون را در دهان اون دشمن قرار بدهند. منافقین هم چون که بظاهر نگاه میکنند همینو میگفتند و منافقین هیچ کسی همراه نشد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف بردند تا اینکه به مقام حدیبیه یا مقام شمسیه رسیدند که این محل تقریبا 6 کیلومتر با مکه مکرمه فاصله دارد. آنجا حضرت صلی الله علیه وسلم چادر انداختند و اونجا استراحت کردند و نمایندگانی فرستادند برای قریش مکه تا با اونها مذاکره بکند. نماینده‌ای که فرستاده شد سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه بود. سیدنا عثمان وقتی که رفت، مشرکین بسیار برآشفته شدند، بسیار ناراحت شدند و مشرکین گفتند ما به هیچ صورتی به شما اجازه نمیدهیم که شما بیایید و طواف بکنید. البته خود شما اگه میخواهید میتونید طواف بکنید، ولی پیغمبر و همراهانش را ما اجازه نمیدهیم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قبول نکرد، انکار کرد و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه گفت که من بدون پیامبر محبوب خدا من طواف نمی کنم. علی ای حال، از طرفی به سمع مسلمانان و گوش مسلمانان رساندند که سیدنا عثمان را شهید کردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسیار ناراحت شدند و صحابه را جمع کردند در همین مقام حدیبیه زیر درختی
آن حضرت صلی الله علیه وسلم با صحابه بیعت کردند. بیعت بر جهاد بود، بیعت بر انتقام خون سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه بود. این در واقع محکی بود که مشرکین زدن میخواستن ببینند عکس العمل را، واکنش را میخواستن ببینند. وقتی که احساس کردند که واکنش بسیار سخت است و مسلمان ها با یک قدرتی و با یک روحیه بسیار بالایی آمادگی دارند که انتقام بگیرند، بعدا واقعیت را رساندند که سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه کشته نشده. و علی ای حال آن حضرت صلی الله علیه وسلم با همه بیعت کردند که این بیعت را بیعت الرضوان میگویند و در این سوره از این بیعت یاد شده. و چون تنها کسی که غایب بود عثمان بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم دست چپ خودشون را به نمایندگی از دست عثمان قرار دادند و با دست راست بیعت کردند. به هر حال بعد از اون مشرکین چاره‌ای نداشتند که با رسول الله صلی الله علیه و سلم مذاکره بکنند. بنابراین یکی از بزرگان را به نام سهیل ابن عمرو که حضرت سهیل بعدا مسلمان شد، اما در این زمان بسیار سرسختانه مذاکره کرد و مبارزه کرد، او را فرستادند. وقتی که سهیل آمد به آن حضرت گفتند که نماینده مشرکان آمده و آن حضرت پرسید چه کسی است؟ گفتند که سهیل است. کلمه سهیل و نام سهیل از ماده سهل گرفته شده، سهل به معنی آسانی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم آمدن ایشون را به نیکفالی گرفتند، گفتند که پس خداوند امر ما را سهل می فرماید، کار ما را آسان می گرداند. به هر حال مذاکره شروع شد و در مذاکره اونها شرایطی گذاشته بودند که این شرایط بسیار ناگوار بودند و قابل تحمل نبودند، برای تمام صحابه قابل تحمل نبودند. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم از آنجایی که ارتباط با عالم بالا داشت و ارتباط با وحی داشت، آن حضرت صلی الله علیه وسلم شرایط را پذیرفتند. یکی از شرایط که شرایط ناگوار و نامناسب بود به ظاهر این بود که هر کسی که از ما مشرکین مسلمان میشه و میاد به طرف شما وظیفه‌تون هست او را برگردانید. اما هر کسی از شما مسلمانان برگشت به دین ما بدون گذشته، یعنی بدین شرکی، ما موظف نیستیم که اون را برگردانیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم قبول کردند، این شرط را پذیرفتند. دومی شرط که از اون هم سخت‌تر بود این بود که شما امسال اجازه ندارید عمره بکنید، امسال برگردید دست خالی برگردید، سال آینده یک سال بعد سال هفتم شما میتونید که بیاید عمره کنید، امسال نمیذاریم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم باز هم پذیرفتند. بعد از اون وقتی که معاهده و قرارداد بسته شد، بر نام رسول الله صلی الله علیه وسلم که محمد رسول الله نوشته سیدنا علی کرم الله وجهه، بر این اعتراض گناهی میدانند که در اصطلاح شریعت میگن زلات الانبیا. زلات به معنی لغزشات، قبلا هم گفتیم. مثلا کسی لغزش میخورد، میرود یه جای گلولای هست میفته، خب عمدن نافتاد، یه جای برف است لیز میخورد میفته، این خطاً، عرض کنم که خطاً هست، عمدن نیست این افتادن. لذا زلات این نوع کارهای خلاف اولا را میگن که گاهی پیامبران عرض کنم که بدون اراده انجام میدهند، اونها را برای خودشون حتی گناه میدانستن، گرچه فی الحقیقه گناه نیستن. و یتم نعمته علیک، و خداوند نعمتش را بر تو تکمیل میکند. و یهدیک صراطا مستقیما، تو را راهنمایی میفرماید به صراط مستقیم، یعنی به برکت این فتح خداوند نعمتهای بیکرانی بر شما عنایت میفرماید. و ینصرک الله نصرا عزیزا، الله شما را یاری میکند، شما را نصرت میکند، نصرتی غالب،
نصرتی که شما پیروز میشید. خب حال این بشارت اول بود، بشارت اول فتح. بشارت دوم سکینه. مسلمانان وقتی که ناراحت شدند الله عزوجل اونها را سکینه و آرامش داد. اون بشارت را ذکر می فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. الله آن ذاتی هست که سکینه و آرامش را نازل فرمود در قلوب المؤمنین، در قلوب مؤمنین نه در قلوب مشرکین و منافقین. هدف از سکینه چی بود؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تاکه خداوند بیفزاید ایمانی همراه با ایمانشان. مفسرین نوشتن ای یقینا مع یقینهم، اونا از قبل یقین داشتن، خدا به وسیله این سکینه یقینشون را بیشتر قرار داد، یقینشون بیشتر بشه، برسوخ العقیدة و اطمینان النفس علیها، عقیدهشون محکمتر و اطمینان و نفس بیشتر. ولله جنود السماوات والارض، سکینه را که خداوند نازل می فرماید به وسیله فرشتگان نازل می فرماید. الله عزوجل می فرماید که دو نوع لشکر دارم، دو نوع لشکریان هستند، لشکریان آسمانی و لشکریان زمینی. علما نوشتند لشکریان آسمانی فرشتگان هستند و لشکریان زمینی صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. الله تعریفشون میکنه هر دو گروه را. ولله جنود السماوات والارض، الله لشکریانی دارد هم در آسمان ها و هم در زمین. و کان الله علیما حکیما، الله علیم هست، همه چیز را میداند و کارهایش از روی حکمت است. هر فیصله و هر مقدری که میفرماید از روی حکمت است. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، این نتیجه سکینه هست. سکینه و آرامش که بر قلب مؤمنین می آید، مؤمنین آرامش پیدا می کنند، بر ایمان و عقیده ثابت قدم می مانند. بعد از ثبات قدم الله عزوجل اونها را بهشت نصیب می فرماید. لذا الله می فرماید لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تا که داخل بفرماید به وسیله سکینه مؤمنین و مؤمنات را جنات تجری من تحتها الانهار، در اون باغاتی که جاری است از زیر درختان اون باغات نهرها، خالدین فیها، که در اون باغات همیشه میمانند. و یکفر عنهم سیئاتهم، الله کفاره سیئات می فرماید از آنها، یعنی گناهانشون را رب العالمین هم معاف می فرماید. و کان ذلك عند الله فوزا عظیما، این چیز یعنی فضیلت ورود به بهشت و کفاره سیئات نزد الله عزوجل موفقیت بزرگی هست، فوز و فلاح بسیار عظیمی هست. خدای عزوجل هر فتحی که بیاورد برای دوستان مژده هست، برای دشمنان ناراحت کننده هست. لذا دوستان صحابه از این فتح خوشنود شدند، به وسیله این خدای عزوجل منافقین و مشرکین را شکنجه می دهد. و یعذب المنافقین والمنافقات، و همچنین الله عذاب میده منافقین و منافقات را، والمشرکین والمشرکات، مشرکین و مشرکات، مردان مشرک، زنان مشرک. کدوم مشرکات؟ الظانین بالله ظن السوء، اونهایی که به خدا نسبت به خدا گمان بد داشتن. ببین منافقین هم گمانشون بد بود، فکر نمی کردن خدا کمک بکنه. اونا فکر می کردن که پیامبر وقتی که مکه بره دیگه سالم بر نمیگرده، صحابه دیگه سالم بر نمیگردن، به این خاطر یک نفر همراه نشد. مشرکین هم نسبت به خدا گمانهای بدی دارن، دیگران را خدا میدونن، دیگران را مشکل گشا میدانن. الله میفرماد علیهم دائره السوء، مصیبت های بد بر اونها باد. گمان بد که دارند و فکر میکنن مصیبت و مشکلات میآید،
بر خودشون. و غضب الله علیهم، خداوند بر اونها غضب فرموده. و لعنهم، مورد لعن و نفرین قرارشون داده. و اعد لهم جهنم، و برایشان جهنم را آماده کرده. و ساءت مصیرا، جای رجوع بسیار بدی هست. الله عزوجل جمله گذشته را دوباره اعاده می فرماید. قبلا هم فرمود ولله جنود السماوات والارض، خداوند لشکریانی دارد آسمانی و زمینی، که عرض کردم لشکریان آسمانی ملائکه هستند و لشکریان زمینی صحابه هستند. لذا اعاده می فرماید برای چی؟ به خاطر ترغیب جهاد، چون از این به بعد بحث جهاد می آید و تشویق می فرماید جهاد را ادامه بدهید. لذا این دو لشکر را الله تعریف می فرماید. ولله جنود السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است لشکریان آسمانی و زمینی. و کان الله عزیزا حکیما، الله غالب است و کارهای الهی با حکمت است. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را هم فرستادیم به عنوان شاهد. چند وظیفه برای رسول الله است. اول شاهد را قبلا خدمت شما عرض کردم، تفسیر درستش به معنی بیان کننده مطالب حق. پیامبر مطالب را بیان میکنه، مطالب را برای صحابه بازگو میکنه، برای امت بازگو میکنه. پس شاهد به معنی بیان کننده مطالب هست. و بعد از اینکه مطالب را بیان کرد و مبشرا و نذیرا، مژده دهنده هست و بیم دهنده هست. بعضی که قبول میکنند و تسلیم میشوند اونها را بشارت میده و اونهایی که تسلیم نمیشوند اونها را میترساند. خب این وظیفه پیغمبر است. اما وظیفه شما ای صحابه، ای مؤمنین، وظیفه شما چیه؟ لتؤمنوا بالله و رسوله، تا که شما ایمان داشته باشید به خدا و به رسولش. و تعزروه، و او را یاری کنید. و توقروه، و عظمت و بزرگی و احترام او را داشته باشید. و تسبحوه بکرة و اصیلا، و تسبیح او را بیان کنید صبح و شام. خب ببینید اینجا چند تا ضمیر هستن، 3 تا ضمیر. اولا الله و رسولش ذکر شده، لتؤمنوا بالله و رسوله. و تعزروه، این ضمیر به کجا میره؟ کی را نصرت کنید؟ و توقروه، کی را احترام بذارید؟ و تسبحوه، تسبیح خو مشخصه، تسبیح مالکیه الله، سبحان الله سبحان الله. تسبحوه بکرة و اصیلا، صبح و شام تسبیح خدا را بیان کنید. اما اون دوتای دیگه علما نوشتند اینجا هم نام الله آمد هم نام رسول الله آمد، اما هر 3 تا ضمیر به طرف الله برمیگردند. این یک قول، چند تا تفسیر داریم. یک قول اینه وقتی که اینطور باشه ما به این شکل ترجمه و تفسیر میکنیم، تا که ایمان داشته باشید به خدا و رسول خدا. و تعزروه، و یاری کنید اون خدا را، یعنی دینش را یاری کنید. تعزروه ان تنصروا الله ینصرکم، خدا را یاری کنید یعنی چی را؟ دینش را یاری کنید. و توقروه، و عظمت و محبت الله را در قلب داشته باشید. و تسبحوه بکرة و اصیلا، و او را تسبیح بگویید صبح و شام. این تفسیر اول هست و تفسیر راجح همین است، تفسیر قویتر همینه. اما بعضی ها گفتند مثل امام بغوی که تعزروه و توقروه، این 2 تا ضمیر به رسول برمیگرده. تسبحوه بکرة و اصیلا، این ضمیر به کجا برمیگرده؟ به خدا. بر اساس این تفسیر اینطور میشه تا که شما ایمان بیاورید مؤمنان به خدا و رسولش. و تعزروه، و اون رسول را یاری کنید در غزوات،
در جنگ ها در کنارش باشید. و توقروه، با او محبت کنید، احترام پیغمبر را داشته باشید. و تسبحوه بکرتا و اصیلا، و خدا را صبح و شام تسبیح بگویید، تقدیس و پاکی خدا را بیان کنید، چون تسبیح برای رسول الله دیگه نمیشه، برای الله است. خب امام بغوی وقتی که این را فرموده، امام زمخشری، علامه جارالله زمخشری این را گفته درست نیست. در یک جمله 3 تا ضمیر، 2 تا یک جبره، یکی یک جبره، انتشار ضمائر پیدا میشه که بزرگان میدونن از نظر فصاحت و بلاغت این مشکل مخل در فهم کلام. انسان بگرده که این ضمیر کجا برمیگرده، اون ضمیر، این کلام را مشکل میکند. اما علامه قاضی ثناءالله مظهری وقتی که نقل میکند سخن زمخشری را، بعد میگه از نظر من همونطور که بغوی گفته اشکال ندارد، به خاطر اینکه قرینه موجوده. ما از سیاق و سباق، از ما قبل و ما بعد میدونیم این ضمیر کجا میره، اون ضمیر کجا میره. ما میدونیم که مثلا برای رسول الله هیچ وقت تسبیح خوانده نمیشه، سبحان محمد هیچ که نمیگه، همین میگن سبحان الله. لذا مسلم این آخری به سوی کجا میره، به سوی الله، اون 2 تا دیگه نسبت به رسول الله. بس ببینه عبارت علامه مظهری را، والضمائر المنسوبه راجعه الى الله سبحانه و تعالی، همه ضمائر به خدا برمیگرده. به چه معنی؟ تعزروه یعنی تقووا دینه و رسوله، دینش را و رسولش را کمک کنید. و بعد توقروه معنیش هست که خدای عزوجل را، عظمت خدا را در دل داشته باشید. اما میفرماید وقال البغوی ضمیر تعزروه و توقروه راجعان الى رسوله، این 2 تا ضمیر راجع به کجا هستند؟ به رسول. و ضمیر تسبحوه الى الله. و استبعده الزمخشری، زمخشری این را بعید دانسته، این را محال گفته، لکونه مستلزما لانتشار الضمائر، به خاطر اینکه از اینجا چی لازم میاد؟ انتشار ضمائر. ولی میگه که قلنا، ما جواب زمخشری را میدیم، لا بأس به عند قیام القرینه، وقتی که قرینه باشد، و عدم اللبس، وقتی که انسان محفوظ باشد از اینکه قاطی نکند، بخاطر اینکه قرینه هست انسان قاطی نمی کند، اشکالی نداره. به هر حال این بحث نحوی بود، مرجع ضمائر به کجا برمیگردند. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، خداوند در رابطه با اون بیعت میگه، اون بیعتی که زیر درخت انجام گرفت. الله می فرماید که بدون شک کسانی که با تو بیعت کردند ای رسول الله، اونا در واقع با خدا بیعت کردند، اونا در واقع با خدا بیعت کردند. ان الذين يبايعونك، بدون شک کسانی که با تو بیعت کردند، انما یبایعون الله، جز این نیست که آنها با الله بیعت کردند. ید الله فوق ایدیهم، در واقع دست الله بالای دستشون. یعنی چی؟ یعنی اونها تمام اون بیعت زیر نظر لطف خدای عزوجل قرار گرفت. لذا اون بیعت را باید تا آخر داشته باشید. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، هر کسی اون بیعت را بشکند اون شکسته بر علیه خودش. و من اوفا بما عاهد علیه الله، هر کسی که وفا بکند به آنچه که عهد کرده بر آن با خدا، عهد کرده خدایا برای دینت تا آخر می جنگم، این عهده، فسیؤتی اجرا عظیما، این عهد کننده را الله عزوجل اجر بسیار عظیم می بخشد. سیقول لك المخلفون من الاعراب، از اینجا به بعد زجر برای منافقین. منافقین دیدند که رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح سالم رفت مکه، سالم غانم برگشت و هیچی نشد، نه جنگی شد، نه درگیری شد، نه بینی کسی خون شد. البته این را خدمت شما عرض نکردم که در همین جریان حدیبیه
یک موفقیت بزرگ خداوند به پیغمبرش داد که اون موفقیت باعث شد رعبی در دل مشرکین ایجاد بشه. به این شکل بود که چند نفر از نوجوانان مکه سرخود یا با اشاره سردارانشون، حدود 70-80 نفر، اینها گفتند که چرا اینها آمدند اینجا ما به اینها حمله نکنیم، اینها را از پای در نیاوریم، اینها پدران ما را کشتند، اینها همه زندگی ما را تار و مار کردند، الان جلوی خونه ما هستند، اونها را مهلت دادیم. با هم مشوره کردند که امشب شبیخون میزنیم، حمله میکنیم، همه را میکشیم. لذا حدوداً 70 نفر بودند از جوانان مکه. اینها آمدند، فکر کردند که اصحاب و یاران رسول الله همه خواب هستند، شب حمله کردند. به محضی که حمله کردند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم گذاشته بودند، نگهبانان صحابه بیدار بودند. صحابه با یک ضد حمله همه اینها را دستگیر کردند، همه این جوانای بی تجربه را خلسلا کردند، دستگیر کردند، بستند، آوردند خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم میخواستند حسن نیت نشون بدن، آن حضرت اینها را آزاد کرد. این که دستگیر شدند و آزاد شدند در آیه شریفه هم اشاره شده. این یک رعب خاصی در وجود مشرکین قرار داد. الله می فرماید سیقول لك المخلفون من الاعراب. مخلفون یعنی اونهایی که پشت سر ماندند از اعرابی ها، دیهاتی ها، منظور منافقین هستند. چی گفتند؟ چی بهانه‌ای خواهند آورد؟ هنوز نرسید پیغمبر به مدینه، پیشا پیش الله پیشگویی می فرماید اینها عن قریب خواهند گفت. چی میگویند؟ شغلتنا اموالنا و اهلنا، ما را با خود مشغول کرد مال ما و اهل و عیال ما، فاستغفر لنا، ای پیغمبر از خداوند برای ما مغفرت بطلب، معافی بخواه. یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، الله می فرماید اینها به زبان میگویند، به دهان میگویند اون چی که در دل نیست. تو دلشون چیزی دیگه هست، به زبانشون چیزی دیگه هست. ای پیغمبر به اونها جواب بده که اگر خداوند عزوجل بخواهد شما را از بین ببرد، هلاک بکند، آسیب به شما برساند یا نفعی برای شما بیاورد، کی میتونه جلویش را بگیرد؟ کی اختیار داره؟ لذا منظور اینه که خدا را راضی کنید. چرا دنبال رضای فقط پیغمبر هستید؟ قل فمن یملک لکم من الله شیئا، به آنان بگو پس چه کسی مالک هست برای شما من الله، از خداوند چیزی، مالک چیزی، نفع یا ضرر. مثلا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگر الله بخواهد برای شما ضرری بیاورد یا الله بخواهد برای شما نفعی بیاورد، چه کسی میتواند اختیار داره که جلوی ضرر و نفع خدا را بگیرد؟ بل کان الله بما تعملون خبیرا، بلکه خداوند به اون چه که شما عمل میکنی خبر دارد. لذا بهانه نیارید، میگید ما مشغول بودیم با گوسفندانمون، ما مشغول بودیم با از کنم نخل خرما، مشغول بودیم با اهل و عیال و بچه ها مشغول بودیم. اصل دیگه بود. الله اینجا واقعیت را میفرماید. اصل این بود که شما فکر نمی کردید که پیغمبر از اونجا سالم برمیگرده. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، بلکه شما میپنداشتید، شما گمان میکردید هرگز بر نمیگردد رسول صلی الله علیه و سلم و مؤمنان به سوی اهل و عیالشان ابدا، هرگز بر نمیگردد. شما اینطور فکر میکردید و خوش هم بودید. و زین ذلک فی قلوبکم، این در دلهای شما آراسته شده بود، یعنی یک تصور بسیار زیبایی بود، خوش بودید که اینها میرن دیگه بر نمیگردن، اینها از پای در میان، اینها را مردم مکه از بین میبرند. شما خوش بودید و همچنین فکر میکردید.
اما الله میفرماد و ظننتم ظن السوء، شما گمان میکردی گمان بد. الله تدبیر دیگه میفرماید و کنتم قوما بورا، شما بودید قوم هلاک شده. بور به معنی هلاکت، یعنی به دلیل خیاناتی که شما انجام دادید، خیانات کفریه، شما اید هلاک شده. پیغمبر ما هلاک نمیشه با صحابهش. لذا این رسوایی شما در این دنیا و در اون دنیا. و من لم یؤمن بالله و رسوله، هر کسی ایمان نیاوره به خدا و رسولش، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، همانا ما آماده کردیم برای کافران جهنم را. سعیر میگوین آتش شعله زن را، آتش شعله ور را. لذا در این دنیا این رسوایی و در اون دنیا اون آتش نصیب شما. و باز الله عزوجل علت را هم بیان می‌فرماید و این دلیل قدرت خدا هم است. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. یغفر لمن یشاء، کسی را که الله بخواهد میبخشد. و یعذب من یشاء، هر کسی را که الله بخواهد هم عذاب میده. و کان الله غفورا رحیما، این ترغیب توبه هست. خداوند بخشاینده و مهربان است، اگر توبه بکنید هم خدا شما را میبخشد با وجود این کارشکنیتون. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از حدیبیه برگشتن به طرف مکه، به طرف مدینه، هنوز نرسیده بودن که این آیات نازل شد. خدای عزوجل مژده داد، بشارت داد که بعد از این یک معرکه دیگری و یک درگیری دیگری اتفاق میفته، غنایم بسیار زیادی گیر شما میاد. ولی اون غنایم را از الان در همین سوره، در همین زمان خداوند وعده داد و فرمود فقط همین یارانی که با تو هستن همینها با شما همراه باشد، دیگه کسی با شما حق نداره همراه بشه. اون غنایم خیبر بود. بنا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دستور خدا به جنگ اهل خیبر بره. یهودیان خیبر که اونجا را رسول الله فتح کرد و اونجا غنایم بسیار زیادی بود، باغ بود، عرض کنم که شتر بود، گاو بود، گوسفند بود و جواهرات، همه چیز بود. اونجا مشرکین میدونستند که هر وقت پیغمبر بره، شرایطی که یهود خیبر داشتند شرایط خوبی نبود، قطعا پیغمبر اونجا پیروز میشه. مثلا خیلی دلشون میخواست اونجا برند با پیغمبر همراه باشند. اما خدای عزوجل فرمود که یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخواند کلام الهی یا وعده الهی را تبدیل بکنند. وعده خدا این بوده که اونجا بغیر از این افراد دیگه کسی همراه نباشه. هر کاری کردن رسول الله اجازه ندن منافقین همراه بشند، چون اون یک جایزه بود مخصوص همین همراهان. اشاره به اون جریان است. سیقول المخلفون اذا انطلقتم، ان قریب میگویم به شما مخلفون، اونایی که پشت سر ماندند، عقب ماندند و به حدیبیه نیامدند. اذا انطلقتم الى مغانم، زمانی که شما بروید به سوی غنیمت ها، یعنی غنایم خیبر، لتأخذوها، تا که اون غنیمت ها را بگیرید. چی میگویند؟ ذرونا نتبعکم، ما را بگذارید ما دنبال کنیم، شما را پیروی کنیم، ما با شما بیاییم. قل لن یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا با این حرفشون میخوان کلام الهی را یا وعده الهی را تبدیل بکنند. وعده خدا چی بود؟ که فقط مؤمنین نه منافقین. قل لن تتبعونا، ای پیامبر
به آنان بگو هرگز شما ما را دنبال نمی کنید. کذالکم قال الله من قبل، این چنین خداوند از قبل از این دستور داده، حکم فرموده فقط مجاهدین حدیبیه. فسیقولون بل تحسدوننا، اعتراض مخلفین، شما که اینطور بگویید اونها حتما خواهند گفت، ان قریب خواهند گفت شما با ما حسد میکنید. بل تحسدوننا، الله عز وجل می فرماید بحث حسد نیست، بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکه اینها نمیفهمند مگر اندک میفهمند. اینا نمیفهمند که الله عز وجل چه چیزی مد نظر دارد. خداوند عز وجل می فرماید به اینها بگو شما در خیبر با ما همراه نیستید، اما اگر خیلی عشق جهاد دارید، علاقه به جهاد دارید، بعد از این ما با اقوام بسیار بزرگ و جنگجو روبرو میشیم، اونجا شما همراه بشید. اونجا شما اگر واقعا مخلصید، مؤمنید، شما اونجا همراه بشید. اون اقوام کیا هستند عرض میکنم. اما ابتدا ترجمه آیه، قل للمخلفین من الاعراب، اعلام بفرما بگو ای رسول الله به اعرابی هایی که پشت سر ماندند، اینهایی که در این در همراه نشدند در حدیبیه، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب شما دعوت داده می شوید، شما فراخوانده می شوید برای جنگ قومی که اولی بأس شدید، دارای جنگ شدید، خیلی جنگجو هست، خیلی جنگ بلد است. تقاتلونهم او یسلمون، شما با اونها می جنگید یا تسلیم میشن. خب شما که علاقه جنگ دارید اونجا بیایید. این قوم اولی بأس شدید کیه؟ در تعیین این مفسرین اختلاف دارند. میگویند اون اقوامی که بعد از خیبر در سال 8 با اونها رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگیدند، مثل اهل طائف و قبائل حوازن و ثقیف. رسول الله صلی الله علیه وسلم با بنو ثقیف و با بنو حوازن، اهل حوازن و با اهل طائف جنگیدن. جنگ های خیلی سختی شد و جنگ حنین، لذا اونها مراد هستند. بعضی میگویند، البته این خدمت شما من عرض کنم که بعد از جریان خیبر خیلی از منافقین توبه کردند و در این جنگ ها همراه شدند، مخلص شدند و بعضی هم شهید شدند. بعضی میگویند مراد از این جنگی هست که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اون جنگ را انجام داد بعد از رسول الله با از کنم اهل یمامه، مسیلمه کذاب که ادعای پیامبری کرد و تمام اهل یمامه با او همراه بودند. هزاران نفر از صحابه اونجا شهید شدند. لذا این جنگ مراد است که حضرت ابوبکر صدیق تا چندین ماه جنگیدن تا که اهل یمامه را شکست دادن و مسیلمه کذاب، کسی که ادعای پیغمبری کرده بود، او را کشتند و از بین بردند. لذا بعضی میگن مراد ابوبکر و سپاه ابوبکر است که بر علیه اهل یمامه بود، و بعضی میگویند که اشاره به سوی اهل فارس و اهل روم است که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با اونها درگیر شد. خداوند میفرماید بندگان من، یا اشاره به ابوبکر است یا عمر است، ان قریب با قومهای بسیار بزرگ و مردان جنگجو و تنومند درگیر میشوند. شما اگر واقعا مخلصید و خودتون رو آماده کنید برای اون وقت. علا ای حال، بعضی مفسرین میگن همه اینها میتونه مصداق باشه. هر یکی در هر جنگی، جنگ سختی بود، صحابه شهید دادند، صحابه سختی کشیدند، هم در جنگ حنین، طائف،
سقیف و هوازن، هم در جنگ یمامه، هم در جنگ ایران روم. لذا همه اینها مردان جنگجو بودن که با اونها درگیر شدن. لذا الله می فرماید قل للمخلفین، اعلام بفرما برای مخلفین، این منافقینی که از اعرابی ها پشت سر ماندن، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب فراخوانده می شوید، دعوت داده می شوید به سوی قومی که دارای جنگ شدید است، تقاتلونهم او یسلمون، شما با اونها می جنگید تا زمانی که اونها تسلیم بشوند، الی ان یسلمون. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ اجرا حسنا، ای اعرابی ها اگر شما اطاعت کردید خداوند به شما اجر حسن می بخشد. و ان تتولوا، اگر شما اعراض کردید برگردید، کما تولیتم، همان گونه که الان اعراض کردید در حدیبیه با رسول الله همراه نشدید، اگر اعراض کردید، یعذبکم عذابا الیما، الله شما را عذاب میده، عذاب دردناک. اما در اون جنگ ها معذورین استثناء هستند. کسی اگر فلجه، کسی مریضه، کسی چشم نداره، اینا استثناء. لیس علی الاعمى حرج، بر اعما حرج نیست، اون کسی که نابینا است اون حرجی نیست اگر نباشد. ولا علی الاعرج حرج، و نه بر اعراج، اونی که لنگ هست از پاش میلنگد، اونم لازم نیست در جنگ همراه بشه. ولا علی المریض حرج، و نه بر مریض، اونی که بیمار است. و من یطع الله و رسوله، الله عز وجل یک قاعده کلی بیان می‌فرماید، مدار موفقیت و نجات اینه، هر کسی اطاعت کند الله را و رسول را، یدخله جنات تجری، الله داخل می‌گرداند او را در بهشت، بهشت هایی که جاری است از زیر اونها نهرها. اما هر کسی که پشت بدهد، از اطاعت رسول اعراض کند، و من یتولا، هر کسی که برگردد روی گردانی کند، یعذبه عذابا الیما، خداوند او را عذاب میده، عذاب دردناک. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، بخش دوم سوره هست. در این بخش بیشتر فضیلت صحابه هست، یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، اعلام رضایت الله عز وجل. خداوند از همه اینها اعلام رضایت کرد. اینها تمام صحابه اون زمان همینا بودند، 1400 نفر، مهاجرین، انصار، سابقین، بعدیها همه بودند. لذا الله عز وجل با چه کلماتی، کسانی که قواعد عربی را بلد هستند میدونن که لام برای تاکید است، قد هم برای تحقیق است، تاکید بر تاکید. یعنی ما میتونیم بگیم هیچ شک نکن، باور کن، بدون شک اینطور است. خداوند با تأکید و با تحقیق اعلام رضایت فرموده، چون خدا میدوند نسبت به صحابه در آینده کسانی چی خواهند گفت. لذا برای بستن دهان اونها الله عز وجل با تحقیق و با تأکید اعلام رضایت میکند از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوشا به حال این صحابه که الله از اونها راضی است. دنیا راضی میشه یا نشه؟ الله از اونها راضی شد. الله میفرماید لقد رضی الله، البته به تحقیق الله راضی شد، عن المؤمنین، از مؤمنین. سبب رضا چی هست؟ اذ یبایعونک تحت الشجره، زمانی که با تو بیعت کردن زیر درخت، زیر اون درخت در مقام حدیبیه با تو بیعت کردن ای رسول من، الله از اونها اعلام رضایت دارد. فعلم ما فی قلوبهم، ببینید خیلی ها میگویند که همراهی صحابه به ظاهر بوده، از ته دل نبوده. الله میفرماید فعلم ما فی قلوبهم، الله میداند آنچه که در دلهایشون هست. الله از دلشون خبر داره، از خلوص دل خبر داره.
الزمهم کلمت التقوى. الله در دلشون چی گذاشته بود؟ احوال دل صحابه را خداوند در چند جا تعریف کرده. یک، و الزمهم کلمت التقوى، خداوند بر اونها کلمه تقوا را لازم کرده بود. دو، در سوره حجرات بعد از این میاد ولكن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ای یاران رسول الله، الله برای شما ایمان را پسندید. ولكن الله حبب الیکم الایمان، ایمان را برای شما الله پسندید. و زینه فی قلوبکم، ایمان را آراسته و زیبا کرد الله در دلهای شما. این خطاب به صحابه هست. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، الله به سوی شما کفر و فسق و عصیان را ناپسند داشت، لذا شما از کفر تنفر دارید، از فسق و از گناه تنفر دارید. خدا هست که زیبایی ایمان را در دل شما کاشت. پس فعلم ما فی قلوبهم، الله از درون قلبشان خبر دارد. درباره اینها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود قال رسول الله، این حدیث در صحیح مسلم است، لا يدخل النار ان شاء الله، وارد آتش نمیشه ان شاء الله من اصحاب الشجره احد من الذين بايعوا تحتها، از اون صحابه‌ای که زیر درخت بیعت کردند یک نفر هم وارد آتش نمیشه، همه بهشتی‌اند، همه اهل جنتند. الله که اعلام رضایت بکنه. بعضی میگویند العیاذ بالله اینا بعد از پیغمبر، اون زمان مشکل نبداشتند، بعد از پیغمبر اینها عوض شدند. این کلام را الله عزوجل، کلام ازلی و ابدی الله عزوجل است. خدایی که عالم بما کان و بما یکون است، خدایی که تا قیامت همه چیز را میداند، تا قیام قیامت خبر دارد از احوال تک تک انسان ها. اون خدا داره اعلام رضایت میکنه، اون میداند که بعد از پیامبر اینها چه خواهند کرد، با وجود این اعلام رضایت میکنه. لذا الله میفرماید فعلم ما فی قلوبهم، از درون دلشان الله میداند. فانزل السکینة علیهم، الله سکینه را بر آنان نازل فرمود. و اصابهم فتحا قریبا، الله به آنها عنایت فرمود فتح قریب. فتح قریب چی بود؟ بعد از جریان حدیبیه فتح خیبر. در اون فتح قریب و مغانم کثیرة یأخذونها، این پاداششون در این دنیاست. و مغانم کثیرة یأخذونها، و غنیمت های بسیار زیادی که اینها میگیرند. و کان الله عزیزا حکیما، الله عزوجل هم غالب است هم کارایش با حکمته. اگر خدای تعالی صلح ایجاد نمی کرد و معاهده برقرار نمی شد، معلوم نیست چی می شد. اما الان ببینید که الله تعالی روز به روز فتح و نصرت و عزت عنایت می فرماید. اگر جنگ اتفاق می افتاد در همون حدیبیه، الان پیروز که قطعا مسلمانان می شدن، ولی مشرکین که کشته می شدن دیگه عقده برای همیشه بود، دیگه خبری از مسلمان بودنشون نبود. ولی صلح شد همه مسلمان شدن. و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه می آمدند و مسلمان می شدن. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، انعام دیگر. تنها این نعمت، این غنائم خیبر نیستند، الله با شما وعده کرده غنیمت های زیادی که شما میگیرید. فعجل لكم هذه، خداوند به صورت نقد اینها را به شما داد. تعجیل به صورت نقد اینها را به شما تقدیم کرد. و کف ایدی الناس عنکم، و دست مردم را از شما باز داشت. دست مردم، قبیله یهود اهل خیبر دو تا حلیف داشتند، دو قوم بودند که با اونها پیمان داشتند، یکی بنو اسد یکی بنو غطفان. اونها میخواستن به
یاری اهل خیبر بیاند، ولی خداوند چنان وحشتی در دلشون انداخت که از مسیر برگشتند، ترسیدند. لذا اشاره به اون است کف ایدی الناس عنکم. بعضی گفتن اشاره به اون جوانهایی هست که در حدیبیه حمله کردند و دستگیر شدند، ولی نه، اونا بحثشون بعداً میاد. ولتکون آیة للمؤمنین، الله این فتح را به شما داد تا علامتی برای مؤمنان باشد. و یهدیکم صراطا مستقیما، الله شما را راهنمایی میکند به صراط مستقیم، به راه راست. و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. اخرى یعنی فتوحات اخرى، غنائم اخرى. خداوند فتوحات دیگری و غنیمت‌های دیگری هم برای شما آماده کرده که لم تقدروا علیها، شما هنوز بر اونها قدرت پیدا نکردید. منظور تمام معرکه هایی که بعد از خیبر بودند، معرکه حنین بود، فتح مکه بود، طائف و حوازن بودند. قد احاط الله بها، همه را خداوند احاطه کرده و یک یک به دست شما میدهد. و کان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قادر و توانمند است. الله عزوجل فرمود که کارهای من با حکمت است، و الا اگر اهل مکه با شما می جنگیدن هم پشت می دادن، فرار می کردن، ولی تو اون فرار خیری نبود، تو این صلح خیر بود. صلح به ضرر شما تمام شد ولی خیر بود. شما حکمت ها رو نمی دانید، من می دانم. ولو قاتلكم الذين كفروا، اگر بر شما می جنگیدن کفار یعنی اهل مکه، لولوا الادبار، پشت می دادند، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، سپس نمی یافتند هیچ ولی، هیچ حامی و هیچ نصرت کننده نمی یافتند. ولی الله عزوجل توفیقشون نداد که جنگ بکنند، صلح بهتر شد، منافع و فواید دیگه بود. سنت الله التي قد خلت من قبل، این سنت الهی هست، روش الهی هست که قبلا هم گذشته که حکمت ها و مصالح را نگاه می کند. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز شما برای سنت الهی تبدیلی و تغییر نمی یابید. حال این آیه اشاره هست به اون جریانی که عده جوان و نوجوان ناپخته حمله کردن به صحابه و اونها دستگیر شدند. الله می فرماید و هو الذی کف ایدیهم عنکم، الله شما را همیشه نصرت کرد. الله آن ذاتی هست که باز داشت دستهای اونها را از شما، و ایدیکم عنهم، و دستهای شما را از آنان، یعنی به شما هم توفیق نداد اونها را بکشید، خدا اجازه نداد، در دل شما گذاشت که اونها را اسیر بکنید. به بطن مکه، در وادی مکه، من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد از اینکه خدا توفیق داد شما را بر اونها ظفر داد، پیروزی داد، شما را پیروز کرد، اسیرشون کردید و خدا توفیق نداد اونها را بکشید، به دل شما خدا داد که آزادشون کنید. و کان الله بما تعملون بصیرا، خداوند به اون چی که شما عمل میکنید بیناست، تمام اعمال شما در کنترل الله است، مصالح را الله بهتر میداند. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، اینجا ببینید خداوند دو چیز بیان میفرماید که با هم در واقع مخالف هم، یا بگیم ضد و نقیضن. یکی موجبات جنگ، یعنی بعضی مقتضیات هستند که می طلبند شما باید با مشرکین جنگ می کردید، باید مشرکین را تار و مار می کردید، باید مشرکین را می کشتید. مثلا اونها شما را از مسجد حرام منع کردند، نگذاشتند حتی برید عمره بکنید، قربانی های شما همونجا در حدیبیه کشتید، و این همه کفریات اونها می طلبد که شما باید اونها را تکه پاره بکنید. اما اگر جنگ می کردید چه ضررهایی می شد؟ این منافع جنگ. ضرر این بود که در مکه بسیاری از مسلمانان ضعیف بودند، مسلمانان بی دست و پا، که اگر شما جنگ می کردید همه اونها زیر دست و پاهای شما له می شد، همه اونها کشته می شدند.
اون وقت یا از دست شما یا از دست مشرکین. بعدا شما افسوس میخوردید، حسرت میخوردید. شما اون مسلمان ها را نمیشناسید، ما میشناسیم. ببینید یکی پس از حکمت هایی که خدا نخواست جنگ بشه برای این مستضعفین بود. خدای عزوجل این انسان های ضعیف را در نظر گرفت، چنان انسان های ضعیفی که حتی رسول الله و صحابه اونها را نمیشناختند. لذا الله می فرماید اول مقتضیات قتال یا مقتضیات جنگ، هم الذین کفروا، اینها هستند اونهایی که کفر کردند. مقتضی اول کفر. و صدوکم عن المسجد الحرام، و باز داشتن شما را از مسجد حرام. این مقتضی دوم است، باز داشتن، صد. والهدی، و همچنین این مقتضی سوم است، و باز داشتن قربانی را. هدی اون شطوری را میگویند شما به عنوان دم حج یا دم شکرانه با خودتون میبرید. والهدی معکوفا، معکوفا یعنی ممنوعا، نگه داشته شده. قربانی را چیکار کردند؟ نگه داشتند. ان یبلغ محله، از این که برسد به قربانگاهش. محل قربانی کجاست؟ منا. نگذاشتن به قربانگاه بره، به منا بره. لذا اینها همه مقتضیات جنگند. این مسائل می طلبد که باید مشرکین را شما می کشتید، ولی موانع جنگ، ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر نبودند مردان مؤمن و زنان مؤمنه که لم تعلموهم، شما نمیشناسید آنها را، نمیدانید آنها را، ان تطؤوهم، این رجال و مؤمنین و نساء مؤمنات این بدل از اون هست. نبودند یعنی چیشون نبود؟ این که ان تطؤوهم، شما اونها را لگدمال میکنید، یعنی لگدمال میکردید، زیر دست و پای شما، زیر شمشیرهای شما اونا کشته میشدند. فتصیبکم منهم معره، اون وقت به شما میرسید از جانب اونها معره یعنی آسیب، رنج. بعدا متوجه میشدید 10 تا 20 تا 30 تا از مسلمانان خود ما اینجا ناخواسته کشته شدن، اون وقت خیلی جوش میزدید. معرتون بغیر علم، از بیخبری، از روی بی علمی. پس الله عزوجل به خاطر این اجازه نداد که جنگ اتفاق بیفته و الله تعالی گفت هر قراردادی که اونها میکنند شما چی بکنید؟ امضا بکنید. لیدخل الله فی رحمته من یشاء، اینجا گفتم فعل کفها مقدر است، یعنی خداوند از جنگ شما را باز داشت تا که داخل بگرداند الله تعالی در رحمتش هر کسی را که بخواهد. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اینجا الله میفرماید اگر همون رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، همون فقرا، همون ضعفا، اگر اونها زائل میشدن، یعنی اونها یک کنار میکشیدن، اونها وسط شما نبودند، اونها در میان شما نبودند، اون وقت ما عذاب میدادیم کسانی را که کفر کردند، مشرکین را عذابی دردناک. لذا مشرکین اگر هم از تیغ محفوظ و مأمون ماندند به برکت همون ضعفا بود. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. این اذ جعل الذين متعلق لعذبنا است. الله می فرماید ما عذاب می دادیم مشرکین را. چه وقت؟ زمانی که جعل الذين كفروا، قرار دادن مشرکین کفار، فی قلوبهم الحمیه، در دلهایشون غرور را، در دلشون همش غرور بود. حمیت الجاهلیه، غرور جاهلیت. می گفتن حرف باید حرف ما باشه، امسال نباید اینها عمره بکنند. خب در مقابل غرور جاهلیت نباید که غرور اسلامی باشد، اونجا مصلحت نبود. الله می فرماید فانزل الله سکینته علی رسوله، الله سکینه و آرامش را نازل کرد بر رسولش تا اینکه اینها عصبانی نشند. و علی المؤمنین، و همچنین سکینه را الله نازل کرد بر مؤمنین.
و الزمهم کلمت التقوا. همون آیه که گفتم درباره صحابه است. خداوند مؤمنین را، رسول را ملزم کرد به کلمه تقوا. در دل اینها الله کلمه تقوا، پرهیزگاری، خدا ترسی را گذاشته بود. آیا اینها لیاقت این کلمه را داشتن؟ و کانوا احق بها و اهلها. از هر کسی اینها چی بودند؟ حقدارتر نسبت به کلمه تقوا و اهل کلمه تقوا بودند. و کان الله بكل شیء علیما. خداوند به هر چیز عالم است، هر چیز را میداند، مصالح را میداند. اینکه صحابه و قلوب صحابه را معدن تقوا قرار داد هم الله بهتر میداند. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. این جواب یکی از اشکالات است که وارد میشه. اون اشکال اینه که پیغمبر خدا در خواب دید که داره خانه خدا را طواف میکنه، بعد تشریف برد رفت طواف نکرد، نگذاشتم برگشت. پس خواب تعبیر نشد، خواب راست در نیامد، در حالی که خواب انبیا چی هست؟ وحی. جوابش اینه، الله می فرماید که این خواب درست در آمد. خواب را الله عزوجل به پیغمبرش داده بود و خواب محقق شد، صدق پیدا کرد. چطور؟ خدا نگفته بود همون سال، خداوند نفرموده بود همون سال، بلکه خدای عزوجل در خواب وعده فرموده بود که چی؟ شما طواف میکنید. سال بعد شد، سال ششم نشد، سال هفتم شد. ولی اونجا که احرام و طواف و عمره نشد، دیگه منافع و دیگه برکات بیشتری شد که اونها به مراتب از عمره چی بودند؟ مهمتر بودند. لذا الله می فرماید لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. همانا راست کرد الله با رسولش رؤیاش را به حق، یعنی خداوند طبق وعده رؤیاش را عملی کرد. لتدخلن المسجد الحرام. هنوز وقتی که این آیه نازل شده هنوز عمره انجام نگرفته، الله وعده میکند طبق اون خواب لتدخلن المسجد الحرام، حتما شما داخل مسجد حرام میشوید. ان شاء الله، اگر الله بخواد، آمنین، ایمن وارد میشوید، بدون غم، هیچ نوع خطری شما را تهدید نمی کند، با امنیت. محلقین رؤوسکم و مقصرین، در حالی که سرهایتون را می تراشید یا موها را کوتاه می کنید. معلوم میشه که هم حلق جایزه، یعنی ماشین زدن و تیغ زدن به اصطلاح، هم قصر کوتاه کردن با قیچی جایزه وقتی که انسان برای حج یا عمره میره. ولی علما استدلال گرفتن که حلق افضل، چون اول آورده، اونی که بهتر باشه چی؟ اول میاره. اشارة الى فضل التحلیق من التقصیر. لا تخافون تفسیر آمنین است، یعنی شما حتما ان شاء الله وارد مسجد حرام میشوید، آمنین، لا تخافون، ایمن نمی ترسید. فعلم ما لم تعلموا، الله میدانست اون چیزی که شما نمیدانستید، لذا الله تمام برنامه ریزی ها را کرد. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بغیر از این خداوند یک فتح قریبی به شما داد، همون فتح خیبر، که اون فتح خیبر پیش مقدمه شد، چون سلاح‌های زیادی، مال‌های زیادی از اون فتح به دست آمد، اون مقدمه شد برای فتح مکه. لذا الله عزوجل برای شما فتح قریبی میسر کرد. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، الله آن ذاتی هست که ارسل رسوله، رسولش را فرستاد، بالهدى برای هدایت و توحید، و دین الحق برای دین حق فرستاد، لیظهره علی الدین کله،
تا که این دین را بر همه ادیان غالب بگرداند، این دین را بر همه ادیان دیگر پیروز بگرداند. و کفا بالله شهیدا، الله کافی است از نظر گواه. الله بهترین گواه است، از نظر گواه بهتر است. لیظهره یعنی لیعلیه علی جنس الدین کله، خداوند بر همه ادیان این را غالب می کند. به نسخ ما کان حقا، هرچی که دین گذشته بوده همه را خدا منسوخ می کند و هرچی که دین فاسد بوده که در گذشته نبوده الله عزوجل اونها را از بین می برد، مثل دین مشرکین. لذا دین اسلام را الله غالب کرد. محمد رسول الله، این محمد رسول الله بیان رسوله هست. هو الذی ارسل رسوله، خدا اون ذاتی هست که رسول خودش را فرستاد. کدوم رسول را؟ محمد رسول الله، اون محمد صلی الله علیه و سلم که فرستاده خداست. عنایت داشته باشید که خدای عزوجل در قرآن مجید 4 جا نامی رسول الله را ذکر کرده، کلمه محمد را 4 جا ذکر کرده. در این 4 جا هیچ خطابی نیست. هرگاه خطاب میکنه خداوند صدایش میزند، با یا محمد ذکر نمی کند. حتی به ما میگه که شما که خودتون را صدا میکنی هم دیگر، مثلا میگه عبدالله، احمد، محمود، شما رسول من را اینطور صدا نزنید. خود خدای عزوجل هم اینطور صدا نمیزند. تو سوره حجرات انشاءالله در درس بعدی میخوانیم. خداوند وقتی که خطاب میکند یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، با این کلمات الله صدایش میزند. 4 جایی که خدای عزوجل نامیش را ذکر کرد، این بنابر حکمت هایی هست. حکمت زیاد دارد. بعضی از حکمت ها را علما نوشتند. مثلا اینجا جریان حدیبیه هست. وقتی که در پیمان حدیبیه سیدنا علی کرم الله وجهه نوشتند هذا ما عاهد محمد رسول الله و قریش مکه، این اون پیمانی هست که این پیمان را بستند و بسته شد بین محمد رسول الله و قریش مکه. سهیل ابن عمرو نماینده مشرکین اعتراض کرد، گفت چرا محمد رسول الله بنویس محمد ابن عبدالله؟ چقدر جر و بحث شد، آخر رسول الله گفت بنویسید محمد ابن عبدالله. الله عزوجل در عوض او اینجا فرمود محمد رسول الله. او یه قراردادی بود که چی شد؟ تمام شد. اما این جمله تا قیامت خونده میشه. هر کسی تا وقت محمد رسول الله نخواند قرآن را کامل نخوانده. پس اینجا که الله فرمود محمد رسول الله، علما نوشتن در واقع در عوض اون محمد رسول الله بود. علی ای حال الله می فرماید محمد رسول الله، اون رسولی که الله برای دین حق فرستاد اون محمد هست که فرستاده الله است. الله عزوجل همراهان رسول الله را تعریف می کند، از اصحاب و یاران به نیکی یاد می کند. بعضی می گویند محمد رسول الله این مدعا هست، این ادعای. خدا میگه محمد استاد کاملی هست، رسول خداست. دلیلش چیه؟ شاگردان خوبی تربیت کرد. بعد از این اوصاف تا آخر سوره اوصاف صحابه را ما میخوانیم. ببین یک استادی را شما تعریف میکنید، خیلی وارد است، فلان 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 شاگرد اون تربیت کرده. لذا تربیت استاد که کامل باشه شاگردان خوبی تربیت میکنه. اما استاد اگر خوب وارد نباشه شاگردانش هم زیاد وارد نخواهند. اینجاست که بعضی از علماء ما نوشتند که آن حضرت، صحابه آن حضرت را اگر شما زیر سوال ببرید، شما در واقع آن حضرت را زیر سوال بردید.
یکی از علما دعوتگران بسیار جالب نوشته که اینهایی که میگوین صحابه همه برگشتند از دین، فقط 5 نفر ماند یا 6 نفر، بقیه برگشتند. اگر این حرف به گوش کفار برسه، به گوش اروپایی ها برسه که رسیده، قطعا بر ما مسلمانان اعتراض میکنن ای مسلمان چرا ما را به سوی چنان دینی میخوانی که پیامبر اون دین شاگردان تربیت کرد، همه شاگردان خودش برگشتن، هیچ که بر دینش نماند. اگر این دین خوبی بود شاگردان خودش میماندند. لذا اینها در واقع اون چی که مردم از تاریخ گرفتند و فریب تاریخ را خوردند در تضاد و در تناقض هستند با این آیات. ببین خدای عزوجل چگونه از این پروانه های شمع نبوت تعریف می کند. الله می فرماید محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه و سلم رسول خداست. والذین معه، کسانی که با او هستند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اولین صفتشان اونها بر کفار شدیدند و سختند، در مقابل کفار اسد الله هستند، شیرند. اشداء علی الکفار ای غلاظ علیهم کالاسد علی فریسته، بر کفار چنان سختند و سختخو هستند مثل شیر که چطور بر حریفش حمله میکنه، اینا بر کفار اینطور حمله ور میشوند. اشداء علی الکفار، اما با خودشون مشکل ندارند. هر که گفته غلط گفته. رحماء بینهم، در میان خودشون چی هستند؟ با خودشون مهربانند، با خودشون محبت دارند، با خودشون عطوفت دارند. اونهایی که از روایات غلط تاریخی، تاریخ قبلا خدمت شما عرض کردم تاریخ برای ما هیچ جایگاهی از نظر عقیده نداره که ما بیایم عقیده خودمون را تطبیق بدیم و درست کنیم با تاریخ. اونهایی که از روایات تاریخی میخوان ثابت کنند که بین صحابه رسول الله چی بوده؟ عداوت بوده، اختلاف بوده، بغض بوده، این آیه را چی جوابی میدند؟ الله عزوجل میگه این جماعت، این گروه در میانشون محبت بوده. رحماء بینهم، در میانشان ترحم بوده. اولا این را میخواستم عرض کنم که مراد از والذین معه چه صحابه هستند. یک روایتی است از ابن عباس که مراد از این اهل حدیبیه هستند. خب اهل حدیبیه تمام مهاجرین و انصار بودند، اما جمهور میگن جمیع اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم. روح المانی، تمام صحابه مصداق این آیه هستند. همه صحابه با هم محبت داشتند و با هم عرض کنم که ایثار و از خود گذشتگی. حال امکان داره شما سوال کنید که صحابه با هم درگیر شدن، جنگ های جمل، جنگ های صفین، صحابه با هم درگیر نشدن، گرچه باغیان بودن، منافقان بودن، به هم می انداختن. در این حالی که صحابه دو تا لشکر از صحابه با هم روبرو شدن، هم دیگر را تعریف میکردن. وقتی که به حضرت علی خبر دادن و مژده داد کسی که من طلحه را کشتم، حضرت علی او را مژده جهنم داد، گفت من تو را مژده جهنم میدم، من از رسول الله شنیدم که هر کسی این را بکشد به جهنم میره. چنان ناراحت شد. سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه با سیدنا علی اختلاف داشتن، اما وقتی که سپاه رومی ها متوجه شدن که میخواد حمله بکنه، معاویه به هرقل روم پیغام داد، گفت سوگند به خدایی که جانم در دست او است که اگر علی بر علیه شما قیام کند اولین سربازش من خواهم بود. من در کنار علی و زیر پرچم علی با شما می جنگم. با هم مشکل نداشتن، یه سری دیدگاه های سیاسی بود، اون هم به خاطر شیطنت بعضی که اینها رو به هم انداختن. لذا الله می فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
با هم دیگه چی بودند؟ مهربان بودند. الله می فرماید که خب از اینجا علامه قاضی ثناءالله مظهری یک استنباطی می کند. استنباط می کند که کسانی که فکر می کنند صحابه با هم بغض داشتند، با هم دیگه دشمن داشتند، به وسیله اون روایات باطل تاریخی می فرماید که این آیه را بخوانند: رغم انف الروافض الذين يزعمون ان اصحاب محمد كانوا يتباغضون، خلاف میل اونها، پوزه اونها به خاک بادا که فکر میکنه اینها با هم چی داشتند؟ بغض داشتند. لذا الله عزوجل صحابه را تعریف میکند. چه تعریفی؟ اول اینکه با هم دیگه محبت دارن، بر علیه کفار سختن. سوم تراهم رکعا سجدا، اشاره به کثرت نماز صحابه. الله می فرماید شما آنها را می بینی رکوع کننده و سجده کننده. چرا رکوع سجده می کنند؟ هدفشون چیه؟ چرا نماز می خونند؟ چرا همیشه در کنار رسول الله؟ بعضی متاسفانه نوشتن که ظاهرا بود، به خاطر اهداف بود، به خاطر غنیمت بود، به خاطر اینکه به پستی به جایگاهی برسه. اما الله چیزی دیگه میگه. الله میفرماید یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اونها طالب بودن، میطلبیدن فضلی را از جانب الله و رضا را، طالب رضای مولا بودن، طالب خوشنودی الله بودن، اونا هدف دیگه نداشتن. پس این شد اخلاص صحابه، شهادت اخلاص به زبان قرآن، طالب رضا بودن. و وصف چهارم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، سیمایشان، علامتشان در چهره بود از اثر سجود، به برکت سجده. اینا اینقدر خدا را سجده می کردن که علامت اون سجده بر سیمایشان ظاهر بود. علامت سجده منظور چیه؟ منظور اینه، در روایت ها می آید مؤمن که خدا را به کثرت سجده می کند، خدای عزوجل نوری در چهرهش پیدا می کند که هر کسی که اون نور را ببیند به یاد الله می افتد. متوجه شدید؟ پس اون چیزی که متبادر فی الذهن است که ما بیایم به زمین سرمون را بمالیم و به سنگی و به مهری و به چیزی تا اینجا سیاه بشه، اون مراد نیست، اون سیما مراد نیست، بلکه مراد از سیما اون نور الهی هست، اون نور معنوی هست که الله عزوجل به اهل ایمان، به بندگان صالحش میده. لذا الله می فرماید که یاران رسول الله این چنین هستند. ذالک مثلهم فی التورات، این اوصافشون است که در تورات هم یاد شد. خداوند در تورات موسی فرموده بود که یاران رسول خدا، یاران محمد خاتم، نبی خاتم، با این اوصاف و با این فضائل هستند. اما در انجیل هم ذکر صحابه به نحو دیگه بود. الله می فرماید و مثلهم فی الانجیل، از اینجا جمله مستأنفه جدیدی آغاز میشه، عطف بر مثلهم فی التورات نیست. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، الله می فرماید که مثال اونها در انجیل مثل اون کشتی هست، مثل اون زراعتی هست. یعنی گویا کاشتکار و زارع، کشاورز خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. بذر ایمان است که کاشته در زمین صحابه، یعنی در قلوب صحابه. این ایمان ببینید چی کرده. الله می فرماید کزرع اخرج شطأه، مثل اون کشتی که ابتدا بیرون کرده جوانه اش را. ابتدا زمین یک جوانه می روید، بسیار ضعیف، نحیف، لاغر. فآزره، این جوانه را چکار می کند؟ تقویتش می کند. فاستغلظ، چی میشه؟ کلفت میشه، زخیم میشه. فاستوى على سوقه، بر پای خودش میسته. لذا همه این جوانه ها تک 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 آخر تبدیل به چی میشن؟
به کشت قوی نگاه که میکنه کشاورز از اینجا تا چندین هکتار همهش زراعت، کشت، سبز، شادابه. کشاورز چقدر خوشحال میشه. این کشاورز خوشحال شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم زحمت کشید، مهنت کرد. از مکه مکرمه یک نفر ایمان آورد، ابوبکر بود، یکی دیگه علی بود، یکی دیگه خدیجه بود. یک به یک آمدند. آخر اینها قویتر شدند و قویتر شدند، رفتن به مدینه طیبه، حکومت تشکیل دادند. تا در حجة الوداع جمعیتی بود، سبحان الله. در عرفات رسول الله صلی الله علیه وسلم همه را خطاب کرد، گفت که آیا پیام خدا را به شما دادم یا نه؟ همه گفتم بله یا رسول الله. گفت اللهم اشهد، خدای تو گواه باش. 3 بار فرمود. خوشحال بود رسول الله. اونجا نتیجه زحمت و نتیجه کشت خودش را میدید. لذا این مثال تو انجیل آمده. الله می فرماید و مثلهم فی الانجیل، مثال یاران رسول الله در انجیل کزرع اخرج شطأه، مثل کشتی که جوانش را بیرون می کند، فآزره، او را قوی می کند، فاستغلظ، کلفت میشه، فاستوى علی سوقه، بر سوقش یعنی بر ساق خودش، بر پایه خودش می ایستد، راست میشه. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، کشاورزان را خوش می کند اما کفار را غیظ می کند. یعنی این جماعت باعث خشم و غیظ کفار میشه. جماعت صحابه. امام مالک رحمه الله هم اینجا استنباطی کرده. من فقط عبارت امام مالک را میخوانم. قال مالک من اصبح من الناس في قلبه غیظ من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر کسی که در دلش غیظی نسبت به صحابه رسول الله باشد، فقط اصابته هذه الآیه لیغیظ بهم الکفار، این آیه لیغیظ بهم الکفار به قلبش میزند. این آیه اون را ناراحت میکنه. پس اونی که از اصحاب رسول الله در غیظ هست، او مصداق این آیه هست. نباید غیظ باشد مسلمان. لذا الله عز وجل می فرماید یعجب الزراع، خوشحال می کند کاشتکاران را، لیغیظ بهم الکفار، تا که به وسیله این غیظ بکند، خشمگین بکند کفار را که این جماعت صحابه را می بیند. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، الله وعده فرموده آنهایی را که ایمان دارند، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، از اونها چه وعده فرموده؟ مغفرتا و اجرا عظیما. این وعده الهی، آخرین وعده که در این سوره است با صحابه، الله وعده مغفرت و اجر عظیم الله تعالی نسبت به اونها فرموده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. پروردگارا ما را بر راه نیکی، بر راه بر، بر راه تقوا، بر راه ایمان، بر مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسیر اصحاب و یارانش گامزن بفرما. پروردگارا ربا ما را بر صراط مستقیم هدایت بفرما و استقامت نصیب بفرما. پروردگارا ربا تبعیت و پیروی کامل از آن حضرت صلی الله علیه و سلم و خط مشی اصحاب و یارانش عنایت بفرما. پروردگارا ربا بر ما لطف بفرما، گناهان ما را بیامرز، اشتباهات ما را در گذر باش، خطاهای ما را در گذر باش و دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات مسلمین را حل بفرما، همه نوع مشکلات دینی دنیوی را مرتفع بفرما، بیماران را عافیت عنایت بفرما، گذشتگان را غریق
رحمت بفرما. پروردگار همه مشکلات را حل بفرما، وسیله آزادی زندانیان فراهم بفرما. اله العالمین پروردگارا خاتمه ما با ایمان بفرما و آخرت ما را آباد بگردان. این درس را به بارگاه خودت قبول بفرما و اون چی که خیر است و اون چی که درست است بر زبان جاری بفرما. اخلاص نصیب بفرما، قبولیت عنایت بفرما. اله العالمین پروردگار ما را به رمضان برسان و از خیرات و برکات و توفیقات در رمضان همه ما را بهره‌مند بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.